یعنی کانال یا تاجیک توریستیکی کانال است که برای همه شما خدمت کردگی است و خدمت میکنه. باوری دارم انشالله که در آینده هم دوام میتیه، کوشش میکنه که تمام منطقه ها را نوربرداری کرده در همین کانال گذاشته تا که همه شما با خبر شوین از تمام گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان. کانال ما یکی از کانال می باشد که بهترین و خوبترین کانال است که تمام منطقه های تاجیکستان را نوربرداری کردگی در اینجا گذاشتگی هستیم و پلس این باز تمام منطقه های بیرون از کشورم نوربرداری کردگی در این کانال ها هست. انا کدام کانالی که ما داریم باز در پایان میگذاریم، در نوارها که گذاشتیم در پایان در اپیسن میمونیم. بعضی کانال های هسته که ما اویدی سودا در اونجا گپ میزنیم و بعضی کانال هسته که با تنها در خارج کشور استفادهش میبریم، یعنی در شهر یکاترینبورگ در دولت روسیه. انا امروز این کانال ما کشودیم، کانال کشوده شد با خاطر دوستان من که در اینجا آبونه شده هستند، آبونه شدگیان. حالا این کانال البته برای شما یک پیشروی خوب رو نشان می‌دهد. منطقه های تا سال نو میلادی را کوشش می‌کنیم که نوارهای بهترین از شهر یکاترینبورگ در این کانال گذاریم تا که شما با خبر شوید. بعد از سال نو کوشش میکنیم که باز به طرف تاجیکستان رفته و دیگر دولت ها رفته نوربرداری کنیم و نوارهای زیاد کوشش میکنیم که نوارهای زیاد در این کانال گذاریم تا که یک شام باشد شما از این نوارها با خبر و بهره‌ور شوید. خیلی خوب میشود که دوستان عزیز شما بر رفیقان خود فرستونید کانال را که این کانال بهترین است برای همگان. یک نویگری، یک چیزای توریستیک که بگیم سیر سیاه گذاشتن در این کانال. کانال بین‌المللی کانال خوب است و از تماشای این کانال یگان کس یگان ضرر ندیده است و انشاءالله که نمی‌بینیم و ما کوشش میکنیم نسبت مردم تاجیک و دیگر ملت‌ها داریم. جای‌های هسته که تماما مردم دیدگی نیستن و در خیالشون نیستن، اما جای‌ها را ما نوربرداری میکنیم و نشان می‌دهیم که مردم با خبر شوند.